یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد مخصوصا در سنین میانسالی و میانسالی به بالا بهش مبتلا میشن و متاسفانه امروزه با تغییر سبک زندگیمون افرادی که سنشون خیلی هم پایینه دارن به این بیماری مبتلا میشن. بیماری ساییدگی مفاصل یا ساییدگی غضروف‌ها، مشکلات غضروفیه. فرد دچار آرتروز میشه، زانو درد میگیره، کمر درد میگیره، درد مفاصل براش به وجود میاد. خب این همه مشکلات برای این افراد ایجاد میشه، ولی اصلا جای نگرانی نیست. میدونی چرا؟ چون دقیقاً توی این ویدیو میخوام روش هایی رو بهت بگم، نکاتی رو بهت بگم که بیای این نکات رو رعایت بکنی و این روش ها رو انجام بدی. حتی دیگه احتیاج نداری که بخوای مفصلت رو تعویض بکنی و مفصل مصنوعی رو جایگزین بکنی. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام، خوش اومدی به کانال خودت، کانال ایستگاه سلامتی بدن. امین هستم و اگه اولین باره که به کانالم اومدی باید بگم کانالم شامل 2 تا بخش میشه. بخش اول در رابطه با طب سنتیه و بخش دوم در رابطه با مدیتیشن، چاکراها و در کل متافیزیک. به هر کدوم از این مباحث علاقه داری به قسمت پلیلیستا برو، رو پلیلیستی که مورد علاقت کلیک کن و ویدیوهاش رو تماشا کن. همین اول یه نکته خیلی مهم رو باید بهت بگم. ببین دوست خوبم، بدن همه ما یه مکانیزمی داره، حالا اسمشو میتونیم بذاریم مکانیزم بازسازی. هر مشکلی تو بدنمون به وجود بیاد بدن ما سریع برای بازسازیش اقدام میکنه. یه مثال بزنم، مثلا بدنمون زخم میشه و سیستم بازسازی وارد عمل میشه و این زخم رو طی چند روز ترمیم میکنه و بعد چند روز نگاه میکنه اصلا جای زخم هم دیگه نمیبینی، کاملا خوب میشه. یا مثلا استخون میشکنه تو هر قسمت از بدن، سریع میاد استخون رو جوش میده و بازسازی میکنه و بعد از مثلا 1-2 ماه 3 ماه فرد شروع میکنه به فعالیتاش مثل سابق ادامه دادن. در واقع بدن ما مکانیزم بازسازی رو داره، ولی از اونجایی که همه ما در طول عمرمون تحت شدیدترین بمبارون تبلیغاتی قرار میگیریم و از همون کوچیکی به ما گفته شده هر وقت مریض شدی تنها راه درمانت اینه که وارد سیستم درمانی نوین بشی و از داروهای شیمیایی و متدهای شیمیایی استفاده کنی تا درمان بیماری صورت بگیره. ولی این نکته رو به ما نگفتن، یعنی در واقع جوری تبلیغات اومده بیان شده که ما رو از این واقعیت دور و دورتر کرده که بدنمون مکانیزم بازسازی رو داره. فقط کافیه که شرایط رو برای بدنمون جوری فراهم بکنیم که این مکانیزم بازسازی فعال بشه. هر چه بیماری سخت باشه وقتی بسترش رو برای بدن فراهم کنی خودش میره درمان رو انجام میده. حالا بعد از این نکته مهم که به توضیحش دادم بریم ببینیم که چه عواملی باعث میشه که اصلا غضروف‌هامون ساییده بشه، غضروف‌هامون از بین بره. این نکات رو باید بدونیم و سعی کنیم از این بعد رعایتش کنیم. اولین نکته در واقع مهمترین عاملی که باعث از بین رفتن غضروف‌ها تو بدنمون میشه هرس خوردن زیاده، استرس داشتن، اضطراب داشتنه. خب حتما پیش خودت میگی استرس و اضطراب و هرس خوردن چه ربطی اصلا به غضروف داره؟ چرا واسه خودت میای تو ویدیو حرف میزنی وقت ما رو هم میگیری؟ دقیقاً ربط داره. الان به توضیح میدم که چه ربطی داره. وقتی که هرس میخوری، استرس داری، اضطراب داری، مقدار اسید خیلی بیشتر از حد نرمال تو معدت ترشح میشه. این اسید همونجا نمیمونه که، از طریق جریان خون، یعنی بخش زیادیش جذب جریان خون میشه و با توجه به جریان خون به کل بدنت سرایت میکنه. این اسید در واقع خونت رو اسیدی میکنه، این مقدار اسیدی که بیشتر تو معدت داره ترشح میشه و طبیعتا اسید هم به هر بافتی بخواد ورود کنه اون بافت رو نابود میکنه. نمیگم همین الان بافت‌های بدنت نابود میشه، در طول زمان این مشکل رو ایجاد میکنه. در واقع بافت‌هایی که ضعیف‌ترن رو سریعتر تخریب میکنه، مثل همین غضروف‌ها. الان دیدید ربطش کجاست؟ هرس و جوش بخوری و استرس داشته باشی اسید بیشتری ترشح میشه و خونت اسیدی میشه. اولین جاهایی که بهش آسیب وارد میشه همین غضروف‌هاست. پس در کل باید بیایم از عواملی که باعث اسیدی شدن خونمون میشه پرهیز کنیم، دوری کنیم. یکی شد همین استرس و هرس خوردن و اینجور موارد. عوامل دیگه مثل غذا خوردن، غذاهایی هم که میخوریم
میتونن باعث بشن که خونمون اسیدی بشه. در واقع بخوایم از غذاهایی که مزاج سرد دارن استفاده بکنیم باعث اسیدی شدن خونمون میشه. مثل چی؟ مثل خانواده لبنیات. برخلاف تبلیغاتی که از کوچیکی داره برامون انجام میشه که شیر بخور، ماست بخور، پنیر بخور، مخصوصا شیر و ماست بخور استخونات محکم بشه. دقیقاً شیر و ماست رو که بخوری استخونات به شدت تخریب میشه، غضروفات به شدت تخریب میشه. شاید برای جای سوال پیش بیاد که اصلا چرا همچین اتفاقی میفته. یه ویدیو در این رابطه درست کردم که چرا خوردن لبنیات برامون ضرر داره، لینکشو آخر همین ویدیو میذارم، اونو حتما ببین. حالا یه مختصر اینجا به توضیح بدم. ببین مثلا اومدی لبنیات خوری، لبنیات مزاجش سرده، وقتی ماده غذایی سرد رو بخوری خونت اسیدی میشه. بدن طبیعتا واکنش نشون میده، نمیخواد خون اسیدی باشه، میخواد خونت به حالت قلیایی نزدیکتر باشه. چیکار میکنه؟ یه واکنش زنجیری تو بدن رخ میده. یکی از مواد معدنی که برای خنثی کردن حالت اسیدی خون تو بدن خیلی مناسبه کلسیومه. میاد در وهله اول کلسیوم رو از خونت میکشه، جذب میکنه تا این حالت اسیدی رو بیاره پایین. اگه اون کلسیوم کفاف نداد، جواب نداد، میاد از استخونات کلسیوم رو برمیداره که حالت اسیدی خون رو برطرف کنه. لبنیات خوردی، شیر و ماست خوردی که استخونات محکم بشه، ولی در عوضش داره کلسیوم از استخونات برداشته میشه برای اینکه اون حالت اسیدی رو خنثی بکنه. این از این نکته. عامل بعدی که باعث میشه خون ما اسیدی بشه و هر چه خونمون اسیدی بشه گفتیم غضروف‌هامون تخریب میشه، یبوست داشتنه. باید بدونی که فردی که یبوست داره، در واقع اینجوری بگیم، یبوست عامل اصلی خیلی از بیماری ها تو بدنمونه. خیلی از بیماری ها مثل فشار خون، غلظت خون و همین مثلا تخریب غضروف‌ها. یبوست چیه؟ مثلا ما میایم دفع مدفوع انجام میدیم که سموم و مواد زائد از بدنمون دفع شه. وقتی یبوست داشته باشیم اینا تو دستگاه گوارشمون باقی میمونه و بازجذب میشه و بازجذبش باعث بروز یک سری از مشکلات تو بدنمون میشه. اگه یبوست داری باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای درمانش حتما اقدام بکنی. یه ویدیو در این رابطه درست کردم که چجوری بتونیم یبوستمون رو درمان بکنیم، لینکشو تو قسمت دیسکریپشن میذارم، اونم حتما ببین. دوباره برگردیم روی مواد غذایی که خونمون رو اسیدی میکنه. نمیخواستم روی مواد غذایی زیاد مانور بدم، ولی چون مهمه لازمه که یه چند تا نکته دیگه هم راجع به مواد غذایی بدم. یکی دیگه از مواد غذایی که خوردنش باعث میشه خونمون اسیدی بشه، خوردن همین روغن‌هاییه که تو بازار به وفور یافت میشه. حالا یکی میگه روغن جامد دارم تولید میکنم، یکی میگه روغن مایع، یکی میگه روغن نمیدونم بدون پان. در کل همه اینها باعث میشه خوردنش، مخصوصا مواد غذایی رو بخوای باشون سرخ بکنی، باعث میشه خونت اسیدی بشه. بهتره به جای استفاده از این روغن‌های به شدت سمی و مضر بیا از روغن‌های جایگزین استفاده کنی. دو تا روغن بهت میگم که از اینا از این بعد استفاده کن. روغن زیتونی که روغن زیتون طبیعی که به روش فوق فرابکر روغنگیری شده باشه و همچنین روغن طبیعی کنجد. از این دوتا استفاده کن برای طبخ غذاهات تا بتونیم یعنی خون دیگه حالت اسیدی نره. اینو حتما رعایتش کن. و در رابطه با لبنیات دوباره تاکید میکنم خوردن لبنیات به شدت برات ضرر داره. دو تا ویدیو تکمیلی هم درست کردم علاوه بر اون ویدیویی که گفتم لینکش تو آخر ویدیو میذارم. دو تا ویدیو تکمیلی هم درست کردم که تو دیسکریپشن میذارم، اونا رو نگاه کن که در مجموع 3 تا ویدیو در رابطه با خانواده لبنیات. این 3 تا ویدیو رو درست کنیم متوجه میشی که لبنیات چرا ضرر داره و اگر هم خواستی به هر دلیلی به هر ترتیبی لبنیات رو مصرف کنی در کنارش از چه مواد غذایی مصرف کنی که کمترین ضرر رو بهت برسونه. عامل بعدی که باعث اسیدی شدن خونمون میشه خوردن مواد غذایی فریز شده هستش. هر چقدر ماده غذایی مدت زمان بیشتری رو تو فریزر بمونه، در درجه اول ویتامین‌هاش از بین میره و در درجه دوم مواد معدنی و املاحی که داره از بین میره. و وقتی هم که بخوای از این ماده غذایی که فریز شده رو استفاده بکنی، در واقع داری یک ماده غذایی بی‌خاصیت ولو سمی و مضر رو مصرف میکنی که با خوردنش خون ناسالم تو بدنت تولید میشه و همین باعث میشه که
خونت به سمت اسیدی شدن حرکت بکنه و در نتیجه رو وظوفات تاثیر خیلی منفی بذاره و وظوفات رو به مرور تخریب بکنه. حالا یه عده ممکنه بگه طبق تحقیقاتی که انجام شده، یعنی یه عده ممکنه بیان بگن طبق تحقیقاتی که انجام شده غذاهای فریزری بیشترین مقدار نگهدارندگی ویتامین ها و مواد معدنی و املاح رو داره. ولی خب بازم باید بگم اینا تبلیغاتیه که انجام میدن، ما رو تحت بمباران تبلیغاتی انجام میدن که ما بیایم این کارا رو انجام بدیم، بدنمون دچار بیماری بشه و بریم از داروهایی که همین کمپانی ها دارن درست میکنن استفاده کنیم، سود تو جیب اینا بره. در واقع تجارت سلامت در سطح بین‌المللی. یه سرچ ساده بزنی ببینه که فقط سود براشون مهمه، نه سلامتی من و شما. خودمون باید به فکر سلامتیمون باشیم، چقدر زبونم میگیره. یکی دیگه از عواملی که باعث اسیدی شدن خونمون میشه خوردن انواع ترشی هاست، خوردن زیاد چای. یه سری افراد هستن میان افراطی چای میخورن، چای‌های زیاد در یعنی پشت هم چای میخورن، اونم خیلی پررنگ. چای رو باید خیلی کم بخوریم، اونم خیلی کم رنگ. یا قهوه زیاد میخورن، سر هر کوچه یه قهوه فروشی باز شده، یه کافه باز شده و همه نشستن دارن قهوه میخورن. همه این مواردی که گفتم باعث میشه خونت به مرور اسیدی بشه و در طول زمان وظوفات رو تخریب بکنه. به جاش بیا از جایگزین‌های مناسب استفاده کن. میتونی سیب خشک و به خشک رو با هم دیگه بذاری تو قوری و دم کنی، از این دم کرده بخوری، یا میتونی از دمنوش بهار نارنج استفاده کنی یا از دمنوش بهلیمو. نه تنها خونت رو اسیدی نمیکنه بلکه خونت رو هم به سمت غلیظ شدن میبره و برای سلامت عمومی بدنت هم خیلی خوبه اینا. عامل بعدی که باعث اسیدی شدن خونت میشه خوردن مرغ و گوشت گاو هستش. به شدت خونت رو سرد میکنن و همین سردی باعث میشه که خونت اسیدی بشه و به مرور هم بافت وظیفی و استخوان تخریب بشه. به همین سادگی به جای گوشت گاو بهتره که تب سرد مزاج سرد داره، بهتر از گوشتایی که طبیعت گرمی دارن استفاده کنیم، مثل گوشت گوسفندی، گوشت شتر. ممکنه یه عده بگن گوشت گوسفند بو میده، ولی یک مدت مصرف کنی گوشت دیگه برات عادی میشه. بهتر از گوشت گاو با این همه ضررش. از گاو فقط باید شیرش رو مصرف کنیم، نه گوشتش رو. اینو باید بهش دقت کنیم. خب تا اینجا چی شد؟ عواملی رو بهت گفتم که اینها رو اگه رعایت نکنی باعث تخریب بافت وظیفی تو بدنت میشه و توی هم که مشکلات وظیفی داری، سایدگی مفاصل داری، حتما باید این نکات رو در وهله اول رعایتش کنی و بعدش بری سراغ درمانهایی که وجود داره. حالا از اینجا این ویدیو به بعد میخوایم بریم روش‌های درمانی رو بگیم. تا اینجا نکاتی که باید رعایت می‌کردی رو متوجه شدیم. اینا رو انجام بدی یه بستری تو بدنت آماده میشه که بیاد اون سیستم بازسازی رو، مکانیزم بازسازی رو تو بدن آماده بکنه و بعدش بیایم این روش‌های درمانی رو انجام بدیم که کلاً تکمیل بشه و بعد از یک مدت وظیفه‌مون خود به خود بازسازی بشه. البته تو بیماری‌های قضروفی یه مشکلی وجود داره. بافت قضروفمون عصب نداره و تا زمانی که این مشکل قضروفی به وضعیت حادی نرسیده ما اصلا متوجه نمیشیم. اما یه سری نشونه‌های ریز داره که به این نشونه‌ها توجه کنیم میتونیم از همون ابتدا جلوش رو بگیریم. یکی از این نشونه‌های کوچولو اینه که وقتی داری راه میری پاهات صدا می‌خوره. دیدی یه سری از افراد هستن راه میرن زانوهاشون قرش قرش صدا می‌خوره یا قسمت‌های دیگه پاشون صدا می‌خوره. این نشون میده که قضروفات دچار مشکل شدن. یا اینکه داری از پله بالا میری دچار احساس ضعف میشی، پاهات درد میگیره. اینم یعنی که قضروفات داره براش مشکل به وجود میاد. در واقع این دو تا علامتی که گفتم در سطح ابتدایی هنوز اون مشکلات قضروفت هنوز خوشبختانه حاد نشده و میتونیم با یک سری تدابیر جلوش رو بگیریم. حالا باید چیکار کنیم که بدنمون این مکانیزم رو بتونه به طور کامل فعال کنه؟ برای فعال شدن این مکانیزم بعد از اینکه نکته ها رو رعایت کردیم بدنمون احتیاج داره که بهش مواد معدنی رو برسونیم، یه سری ویتامین ها رو برسونیم که بتونه فرایند رو تکمیل کنه. مواد معدنی مثل کلسیوم، پتاسیم، روی، منیزیم، منگنز، همچنین ویتامین هایی مثل ویتامین دی و ویتامین سی.
همه اینایی که دارم میگم باید به صورت طبیعی تامین بشه ها، نه به صورت قرص و مکمل های شیمیایی. یه نکته مهمم در رابطه با این ویتامین ها و این مواد معدنی و ویتامین ها وجود داره که خیلی مهمه. ببین دوست خوبم، همه اینها به همدیگه وصل هستن. در واقع این املاحی گفتم، ویتامین هایی که گفتم پیش نیاز هم دیگن. مثلا چی؟ میخوای ویتامین دی تو بدنت اکتیو بشه، فعال بشه، لازمش اینه که تو بدنت منیزیم هم وجود داشته باشه به اندازه کافی. یعنی چی؟ یه کوچولو اینو بازش کنم تا برامون قشنگ جا بیفته. مثلا یک فردی رو در نظر میگیریم ویتامین دی رو به اندازه کافی از طریق طبیعی به بدنش رسونده، یعنی بدنش ویتامین دی کافی رو داره، اما از طرف دیگه تو بدنش به اندازه کافی منیزیم نداره. وقتی منیزیم به اندازه کافی تو بدنش نباشه، با اینکه ویتامین دی کافی داره، ویتامین دی تو بدنش فعال نمیشه. این خیلی مهمه. ویتامین دی فعال نشه، جذب کلسیم تو بدن با مشکل مواجه میشه. در واقع اینا یک زنجیرن، یک پیش نیاز همدیگه هستن، همه لازم و ملزوم همدیگن تا بتونن اون فرایند بازسازی رو انجام بدن. پس خیلی مهمه که همه چیز رو در حد تعادل تو بدنمون به اندازه کافی داشته باشیم که این مکانیزم زنجیروار عمل کنه و عمل بازسازی تکمیل بشه. حالا یه چند تا ماده غذایی رو بهت میگم که تمام این ویتامین ها رو تو خودشون دارن و میتونیم ازشون استفاده کنیم که بدنمون بتونه به صورت طبیعی بازسازی رو انجام بده. انجیر اولین ماده غذایی که میتونیم مصرف کنیم. انجیر، مخصوصا انجیر خشک، به تنهایی دارای منیزیم، کلسیم، پتاسیم، روی هستش. میوه انجیر هم، میوه تازهش هم همچین خاصیتی رو داره، ولی انجیر خشک خاصیت‌هاش چندین برابر میشه. این مواد معدنی که گفتم تو انجیر خشک خیلی بیشتر از خود میوه‌شه. حالا یه ترکیب خوراکی رو بهت میگم، میتونی تو صبحونه یا تو شامت مصرف بکنی، به شدت باعث میشه املاح و مواد معدنی که بدن برای بازسازی غضروف‌ها لازم داره رو تامین بکنه. به چه صورت باید اینو درست کنی؟ 5 تا دونه زیتون لازم داری. زیتون کنسروی نری بگیری، یا از این زیتون‌های شکسته طبیعی. بذارش توی آب، نمکش کاملا بره، کاملا بیمزه بشه. 5 تا انجیر خشک لازم داری. 3 تا دونه خرما که هستش رو جدا کرده باشی. 5 تا دونه عناب هم لازم داریم که هستش طبیعتا جدا شده باشه. همه این مواد رو قشنگ میکس کن تا یک ترکیب یک دستی به دست بیاد. این ترکیب رو میتونی تو وعده صبحونه و وعده شامت بخوری. برای همه مزاج ها مناسبه. در واقع یک مزاج معتدلی داره، همه میتونن مصرفش کنن، محدودیت سنی خاصی هم نداره. یه ترکیب دیگه هم بهت بگم که اینو درست کنی و مصرفش کنی به شدت مواد مورد نیاز برای بازسازی غضروفات رو تامین میکنه. یه قاشق کشک لازم داری، 2 تا دونه گردو لازم داری، 3 عدد هم خرما. همه اینا رو قشنگ با هم دیگه میکسشون کن تا یک دست بشه و از این مصرف کن. ویتامین دی، کلسیم، فسفر، پتاسیم تامین میشه و غضروف سازی به راحتی تو بدنت انجام میشه، یعنی بازسازی غضروفات خیلی راحت انجام میشه. همچنین میتونی به صورت روزانه از بادون، گردو، پسته و فندق مصرف کنی. البته تو مصرف اینا هم زیاده روی نباید بکنی، در حد اعتدال بخوای مصرف کنی مواد مورد نیاز بدن، املاح مورد نیاز بدن تو تامین میکنه و بازسازی غضروفات به راحتی انجام میشه. البته چون اینا یک مقدار گرونه، برای همه افراد متاسفانه مقدور نیست. یه چند تا کار دیگه هم میگم که اینا رو انجام بده. میتونی از جوی دو سر هم مصرف کنیم، به شدت مفیده و املاح و مواد معدنی و ویتامین های بدن رو میتونه تامین میکنه. جوی دو سر میتونی یک مقدار رو بپزی، به صورت روزانه مصرفش کنی. همچنین میتونی این جوی دو سر هم که پختی یک مقدار روغن زیتون طبیعی هم روش بریزی که تاثیرش چندین برابر بشه. البته روغن زیتون طبیعی منظورمونه، نه این روغن های زیتونه که کارخونه‌ای درست میشه معلوم نیست توش چی میریزن. یه ویدیو در این رابطه درست کردم که چجوری فرق بین روغن زیتون اصل رو از روغن زیتون تقلبی بتونید تشخیص بدیم. لینکش رو همین بالا میذارم، حتما اینم ببین. حتی داری میری روغن زیتون طبیعی بخری سرت کلاه نره. 2 تا ماده غذایی دیگه هم وجود داره که برای بازسازی غضروف ها به شدت عالیه.
میتونی از پای مرغ استفاده کنی یا میتونی از پاچه گوسفند استفاده کنی. پای مرغ رو به شدت بهت توصیه میکنم، میتونی هفته 2 مرتبه یا 3 مرتبه ازش استفاده کنی، خیلی خیلی خوب جواب میده. در رابطه با پاچه گوسفند، افرادی که چربی خون دارن به هیچ وجه نباید از پاچه گوسفند بخورن. حالا پاچه گوسفند رو میتونید 2 بار در طول هفته بپزی اگه چربی خون نداری، و اگه هم همراه با جوی دو سر هم بپزی و بخوری که خیلی عالی میشه. بازسازی قضروف هامون تقریبا یه بازه زمانی لازم داره. بازه زمانی 3 الی 4 ماهه، گاهی اوقات هم 5 ماهه رو لازم داره. اگه داره اما داره اون نکاتی که ابتدای ویدیو گفتم، اون چند تا نکته‌ای که گفتم رو رعایت کنی و در ادامهش بیای اینهایی که گفتم رو هم انجامش بدی، تقریبا 3 تا 5 ماه زمان میبره که قضروفات بازسازی بشه. در حین اینکه داری بازسازی قضروف‌ها رو انجام میدی، مواد غذایی مضر رو نباید بخوری، یا نوشابه بخوری، دوغ بخوری، ماست بخوری، خیلی موادی که مضره. می از این و اینا رو مصرف کنی، از سمت دیگه میزنی خنثیش میکنی. نباید از این کارا انجام بدی. اینا رو حتما باید رعایت بکنی. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. روزگار بر شما خوش.